الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب العزة والجلال را حمد و ثنا و ستایش می نماییم و شکر می گوییم که به ما بندگانش بار دیگر فرصت داد و توفیق را نصیب ما کرد که در بزرگترین مسئله صحبت نماییم که این بیان کلمة التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. برادران و خواهران عزیزم، بارک الله فیکم، این حلقه بیستمین ما از آموزش کلمه توحید است که نیست معبود برحق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله و رسول الله هستند. برادرانم و خواهران بزرگوارم، بارک الله فیکم، تا امروز ما مسائل زیاد را در شرح و توضیح لا اله الا الله به شما بیان نمودیم. فضیلت لا اله الا الله، اهمیت و مکانت و درجه لا اله الا الله و معنای لا اله الا الله و اعراب یعنی گراماتیک لا اله الا الله و رکن بیان دو رکن لا اله الا الله. لا اله نیست معبود برحق، رکن اول نافی، الا الله رکن دوم اثبات. و البته بعد از این کفر بر طاغوت که داخل رکن اول است. و بعد از این مسائل زیاد در مسئله شرط، اهمیت شرط های لا اله الا الله، شرط های صحیح و شرط های باطلی که اهل ارجاء و مرجعه ها ذکر می کنند و تعلقات شرط، مسائلی که تعلق به شرط دارد، معنای شرط، معنای رکن و فرق شرط و رکن، نمودهای شرط و نمودهای شرط شرعی. و البته همه این سخنها به شما در این 19 حلقه که گذشت بیان کرده شد و خوشا به حال کسی که این حلقه ها را گوش کرد، فهمید و به دیگران فهمانید یا که می فهماند. قسم به الله، گوش کردن توحید، گوش کردن دروسی که تعلق به توحید دارد و خصوصا تعلق به لا اله الا الله دارد، این بزرگترین عبادت است، زیرا این نجات است، زیرا این کلید جنت است. علما میگویند گوش کردن درس ها برای انسان به نهایت فایده آور است، خصوصا درس هایی که از توحید باشد، با دلیل باشد، با حجت باشد، سخن های بیهوده نداشته باشد، سخن یا از الله یا از رسول الله یا از علما، از صحابگان باشد. خیلی که علما میگن العلم قال الله و قال رسوله و قال الصحابه الكرام. علم قال الله است، این علم قال رسول الله است و علم این قال الصحابه الكرام است. علم این قصه گویی بیهوده، قصه هایی که اصل ندارد. علم این افسانه گویی و علم این بیهوده گویی نیست. و شرفمندترین علم و بزرگترین علم این آموزش توحید است، زیرا همین توحید است که من و شما را نجات می دهد. پس برادران و خواهران بزرگوارم،
ان شاء الله ما از این حلقه شروع میکنیم تا آخرین حلقه ها به شرح و معنی داد شرط های لا اله الا الله. تا اینجا ما به شما مسائلی که تعلق به این شرط داشت و دیگر مسائل را بیان کردیم، اما امروز ما به بیان اولین شرط لا اله الا الله شروع خواهیم کرد. برادرم و خواهری بزرگوارم، آیا میدانی که اولین شرط لا اله الا الله چیست؟ اولینش علم است. اولین سوره که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد، این هم دلالت کننده به طلب علم است که اقرأ بود. بخوان، تعلیم بگیر و بدان. العلم این شرط لا اله الا الله است. چه خیلی که سلیمان ابن حمدان در بیت هایی که یکی از علمای البته اهل سنت و الجماعت در بیت های این 7 شرط های لا اله الا الله را ذکر کرده اند و در مسئله علم چنین گفته اند: فأولها العلم المنافي لضده من الجهل إن الجهل ليس بمسعد فلو كان ذا علم كثيرا وجاهلا بمدلولها يوما فبالجهل مرتدي. سبحان الله. اولین شرط لا اله الا الله این علم است که نابود کننده علم و ضد این علم و ضد این شرط بزرگ این جهل است. و البته جهل این خراب کننده انسان، ضرر آورنده بر انسان و شرمنده کننده انسان در این دنیا و آخرت است. فلو كان ذا علم كثيرا و جاهلا، اگر یک انسان به نهایت علم زیاد داشته باشد اما جاهل در دلالت های لا اله الا الله باشد، معنای لا اله الا الله را نفهمد، مضمون لا اله الا الله را نفهمد، پس داند که به همین جهالتش، به همین بیعلمیش مرتد خواهد شد. سبحان الله. یعنی کسی که لا اله الا الله بگوید، علم زیاد داشته باشد، علم فقه یاد داشته باشد، علمی یا که دنیوی از خیمیک و فیزیک و متماتیک باشد، ریاضیات باشد و غیره، اما معنای لا اله الا الله را نداند، مدلولات و دلالت لا اله الا الله را نداند، داند که این مسلمان نیست. با کلمه لا اله الا الله گفتنش اگر مسلمان شده باشد، با بیعلمیش و جهالتش گشته باز کافر خواهد شد. اما قولی صحیح و راجح و درست این است که هر کسی که لا اله الا الله را میگوید و معنیش را نداند و همچون میگوید، این مسلمان نخواهد شد. چرا که ما گفتیم همان وقت لا اله الا الله قبول خواهد شد که 4 چیز را انسان داشته باشد: معنای لا اله الا الله را داند و همین معنا را اعتقاد کند که صحیح است و همین معنا را ثابت داند و صحیح درست داند و به تمام این مدلولات و مضمون که لا اله الا الله و طلبات که لا اله الا الله دارد، به همین طلبات اجرا کننده باشد، عمل بکند و این نطق خود لا اله الا الله را به دیگرها برساند. پس این شرط های قبول مسلمانی و مسلمان شدن بود. برادران و خواهران بزرگوارم، علم چیست؟ علم چی معنی دارد؟ پس علما میگند العلم فی الاصل هو ما يدل على اثر بالشيء يتميز به عن غیره. علم در اصل به همان چیزی گفته می شود که دلالت به یگان اثری چیزی می کند. علم دلالت کننده بر چیزی هست وقتی که این اثر را فهمیده چیزی را می فهمید. مثلا کلمه علامه یا کلمه علم یا کلمه معلم همش از علم است. یعنی علامه، علم، علم، یعنی این چیزهایی هست که از خود اثر دارد و علم به خلاف جهل است، خلاف یا ضد جهل است. زیرا جهل و جهالت و نادانی از خودش هیچ اثری ندارد. جهالت علامت و اثری از خود ندارد.
پس این معنای لغوی علم بود. و این چنین از معنای لغوی علم این است که معرفه، علم این معرفت است، شناخت چیز است. درایه، فهمیدن و فکر و اندیشه کردن، شعور کردن، یقین و باوری کردن، صدق اعتقاد و دانستن و فهمیدن چیز را علم میگویند. اما علم در اصطلاح و قواعد علمی این هو معرفت الشیء على حقیقته التي هو علیها. علم این شناختن چیز بر حقیقت همون چیزی که گذاشته شده است. یعنی هر چیز را به حقیقت خودش شناختن را علم میگویند. یعنی یک چیز را درست فهمید، به خاطر چی همون چیز را ساخته شده را فهمید، همین را علم میگویند. مثلا اگر مثال عادی بیاریم، علم در مسئله این ماشین هایی که راه میگردد، اگر شما از شناخت این ماشین ها دانید که ماشین یک این تکنیک است که برای سبک کردن حیات انسان و برای یک مکان معین به مقصد شما را زود رسانیدن استفاده کرده می شود، انا این علم است. چرا که شما ماشین را مقصدش را درست فهمیدید. اما بعضی ها میگند ماشین این برای کبر است، برای فخر است، برای این دیگر چیزها هست. میگویم که این جهالت است، زیرا که شما یک چیز را از مقصد خودش بیرون کردید. همه چیز همین است. بارک الله فیکم. پس هر یک چیز را درست فهمیدن و درست شناختن و به خاطر چی گذاشته شده اش را فهمیدن، انا من علم است. اما مقصد ما از علم در شریعت چیست؟ ببینید، علم در لغت، علم در اصطلاح قاعده، اما علم در شریعت چیست؟ زیرا ما قاعده که پیش از این گفتیم، شناخت هر یک چیز به حقیقت خودش که به همون حقیقت گذاشته شده است، این هم به علم شرعی و هم به علم غیر شرعی استفاده می شود. اما علم در شریعت چیست؟ مراد ما علم این علم شرعی هست. یعنی مراد ما در شرط لا اله الا الله، علمی که بیان کردیم، مراد از علمی شرط لا اله الا الله این فهمیدن مقصد لا اله الا الله، فهمیدن معنای لا اله الا الله هست. علم این لا اله الا الله هست. پس علم صحیح و علم درسته که موافق حقیقت این کلمه بزرگ باشد و مطابق دلالت ها و طلبات های یا که معنا و طلبات های این کلمه بزرگ لا اله الا الله باشد، انا این علم است. علمی که ثابت باشد که جهل را نسبت این کلمه از شما دور بکند. پس علمی که در فهم لا اله الا الله به شما فهماند که یگانه الله پرستیده می شود و غیر الله باید ترک کرده شود، انا من علمی شرعی و مقصد از شرط لا اله الا الله انا من است. یعنی علمی که از شرط صحت لا اله الا الله هست، یعنی همان وقت لا اله الا الله قبول می شود که علم داشته باشد. همون علم چیست؟ علم یعنی فهمیدن درست لا اله الا الله، فهمیدن معنای صحیح لا اله الا الله، فهمیدن رکنهای لا اله الا الله، انا من را علم میگویند. اما بارک الله فیکم، علمی حقیقی، علمی تطبیقی که قائم بر تصدیق است، تصدیق عملی، علمی که بعد از خودش عمل پیدا می کند، علمی که بعد از خودش عمل را ایجاد می کند، انا من علم شرط لا اله الا الله هست.
اما مقصد ما از علمی که گفتیم شرط لا اله الا الله است، مقصد این نیست که شما این شرط ها را از یاد بکنید. بگویید مثلا لا اله الا الله 7 شرط دارد، اولش علم است. یعنی مقصد از شرط لا اله الا الله که ما به شما بیان کردیم علم، این علمی نظری نیست. برای اینکه ما میگیم علم دو نمود است، علمی نظری هست و علمی نظری و عملی، یا که علم عملی، علم حقیقی و تطبیقی. مقصد ما علم حقیقی و تطبیقی است، نه نظری. نظری چیست؟ بعضی از انسان ها هستند که میگویند لا اله الا الله 2 رکن دارد، 7 شرط دارد. رکن اولش نفی است و رکن دومش اثبات است. لا اله الا الله 7 شرط دارد که علم است و یقین است و محبت است و اخلاص است و صدق است و انقیاد است، یا قبول است و انقیاد است میگویند، اما در حالت تطبیق کردن تطبیق نمی کنند. نظرا و فکرا و حفظا این علم را گرفته اند و از یاد کرده اند، اما از جهت حقیقت و از جهت تطبیق و از جهت عمل اینها عمل نمی نمایند، تطبیق نمی نمایند، حقیقت علم را ندارند. این را علم نظری گفته می شود و ما این چنین علم را از شما نمی خواهیم. ما از شما می خواهیم که علم شما تطبیقی باشد، عملی باشد، حقیقی باشد، که قائم پیدا شده بر اساس تصدیق لا اله الا الله باشد. وقتی که ما به شما میگوییم شرط لا اله الا الله علم است، معنیش این است که شما دانید که لا اله الا الله چی معنی دارد و به همون معنای لا اله الا الله که دانستید و فهمیدید عمل نمایید. نیست معبودی برحق نفی، تمام معبودان برحق را رد نمایید، کفر بر طاغوت را اثبات بکنید، عملا و تطبیقا و حقیقتا نشان بدهید و الله یگانه رب العزت و الجلال را اثبات نمایید که الله یگانه است، حی القیوم است، با ربوبیت و الوهیت و اسما و صفاتش. اما کسی بگوید که لا اله الا الله و این شرط ها را حفظ بگوید، رکن ها را از یاد بگوید، اما عمل نداشته باشد، پس دانید که این انسان زیان کشیده و ضرر دیده و از اهل جهالت است و البته این انسان در این دنیا و آخرت شرمنده خواهد شد. پس بارک الله فیکم، مقصد ما انمین علم است. مقصد ما از علم گفتن علمی عملی حقیقی و تطبیقی است. البته علم حقیقی تطبیقی عملی پیش از خودش علم نظری هم می خواهد. یعنی کسی که از علما نشنید، نفهمید، نآموخت، این خود به خود تحقیق یا که تطبیق یا که عمل کرده نمیتواند. پس باید شما این درس ها را گوش بکنید. بعد از گوش کردن حتما باید عمل از شما به وجود بیاید. بارک الله فیکم. علما میگویند کسانی هستند که مسائل لا اله الا الله را از یاد کرده اند، نه فقط از یاد کردند بلکه حتی درس هم میدهند و شرح میدهند، شرح نواقض الاسلام میدهند، شرط های لا اله الا الله و رکنهایش را درس میدهند، اما خودشان مخالف به همین رکن و شرط و نواقض الاسلام زندگی میکنند. فعل به فعل مخالفت، به زبان مخالفت، به قلب مخالفت میکنند. سببش این است که علم اینها علم نظری است. والعیاذ بالله. البته پناه به الله میبریم که از جمله همین کسا باشیم. الله ما را خودت از جمله تطبیق کنندگان و عمل کنندگان رکن و شرط و دیگر مسائل توحید بگردم، زیرا البته توفیق عمل از جانب الله است. پس این علم بود
مقصد از علم انا من علم حقیقی، علم تطبیقی و علم عملی هست، نه علم نظری. اما اگر خواهید که علم را چگونه بودنش را باز خوب فهمید، باید ضد علم را دانید. ضد علم این جهل است. همان وقت یک کلمه را میفهمید که ضدش را فهمید. این قاعده عربی است. برای همین وقتی که ما در دانشگاه مدینه منوره در سالهای اول زبان عربی را تعلیم میگرفتیم، هر یک کلمه را به ضدش به ما مشایخ تعلیم میدادند. مثلا کلمه روز وقتی که نفهمیدید شب، وقتی که شب میگوید میفهمید که روز است. مخالف روز شب است، پس روز به شما معلوم شد. مخالف علم جهل است. جهل چیست؟ جهل نادانی است. نه فقط نادانی است، ببینید بعضی از انسان ها میگن که جهل این یعنی نادانی، یعنی یک کسی که نداند جیم آرام بگوید که من نمیدانم، من جاهلم گوید و نشیند، فقط همین را جهل میدانند. اما جهل یک چیزی دیگر شدنش هم ممکن است. بسیار انسان ها در این وقت زمان، در این خصوصا وقت فتنه، جاهلند اما بیخبرند. اما بسیار دیگر انسان ها این انسان های جاهل را جاهل هم نمیدانند. بسیار انسان های جاهل در امروز همچون عالم معرفی شده اند. سببش این است که امروز برادران و خواهران ما بارک الله فیکم معنای جهل را خطا فهمیدند. فکر کردند که معنای جهل فقط نادانی، بیعقلی، انمین را جهل و جاهل گفتند. نه، بلکه علما میگند جهل این هو عدم ادراک شیء علی حقیقتی، یعنی یک چیز را به حقیقت خودش نشناختن، این جهل است. ما گفتیم علم یک چیز را به حقیقت خودش شناختن، این علم است. جهل چیست؟ جهل بخلاف علم، یک چیز را به حقیقت خودش نشناختن، یعنی به حقیقت دیگر شناختن، این جهل است. یعنی جاهل هم صحبت میکند، جاهل هم به نهایت صحبت‌های بعض جذاب خوب دارد، اما یک چیز را به حقیقت خودش تصور نمی کند، بلکه یک چیز را از جای خودش، از حقیقت خودش بیرون می کند، به غیر حقیقتش می شناسد. وقتی که در مسئله توحید صحبت می کنید، توحید را غلط می فهمد. ما میگیم توحید این یگانه پرستیدن و عبادت کردن الله سبحانه و تعالی هست. یکی جاهل می آید و می گوید که یگانه پرستیدن الله توحید نیست. توحید این یگانه دانستن الله در ربوبیت است. وقتی که میگه که توحید این یگانه دانستن الله در ربوبیت است، انمین جاهل است، به مذهب صوفیه و ماتریده و اشعری رفته است. وقتی که ما میگیم که توحید این یگانه پرستیدن الله است، معنای ما این توحید الوهیت است و مقصد دین است. اما وقتی کسی میاد میگه که توحید این یگانه دانستن الله در ربوبیت است میگوید و الوهیت و اسماء و صفات را ترک میکند، این غلط کرد و انمین جاهل است. گرچنده که معنای توحید را ذکر کرد، اما توحید را به حقیقت خودش، به معنای درستش بیان نکرد. وقتی که انسان یک کلمه را و یک چیز را به حقیقت خودش و به معنای درست خودش ذکر نمی کند، بلکه به معنای خطا و به معنای غلط و از حقیقت خودش بیرون می کند، از قالب خودش بیرون می کند و به دیگر قالب می اندازد و به دیگر معنا بیان می کند، داند که انمین جاهل است. و البته جهل چند نمودهای خود را دارد، به مانند این که علما میگن جهل بسیط و جهل مرکب. جهل بسیط یعنی جهل عادی که یک کسی میداند که جاهل است، جاهل است، یک انسان جاهل است و این چنین خودش میداند که جاهل است. جهل مرکب جهل است که یک انسان جاهل است اما نمیداند که جاهل است. جاهل بودن خود را اقرار نمی کند، که امروز بسیار از برادران و خواهران ما انمین در همین حالت هستند، انمین طور هستند و این مصیبت است. و مصیبت امروزه امت اسلام انمین است که بسیار از مردم جاهل است، به علم است، اما نمی داند و اقرار هم به جهالتش نمی کند. در همه موضوع صحبت می کند و ترس هم ندارد.
و عادتا اینها را ما اهل بدعت میگوییم. سبحان الله. برادرم و خواهر موحدم، از این زمره مباش، از جمله جهالت زدگان و جاهلان مباش. بیاموز، با علم باش و موحد باش. موحد این عالم است. وقتی که کسی را موحد میگویی و موحد میدانی، بدان که تو این انسان را عالم گفتی، چرا که بزرگترین علم را دانست. موحد همان کسی است که اصول دین خود که شناخت الله، شناخت رسول الله، شناخت دین است بداند. موحد همان کسی است که الله را با توحید الوهیت و ربوبیت اسما و صفات بداند. موحد همان کسی است که معنای لا اله الا الله را داند، رکنش و شرطش را داند و عملا و تطبیقا به همه این اصول و توحید و این شرط ها و رکن ها عملا اجرا بکند. موحد کسی است که نواقض الاسلام را داند و از نواقض الاسلام خود را دور بگیرد. انا این را ما میگیم موحد. اما کسی بیاید و لا اله الا الله بگوید و معنای لا اله الا الله را غلط بداند، به مانند مذهب اشعری و ماتریدی و صوفی بگوید که لا اله الا الله یعنی معنیش نیست رازق بجز الله، نیست خالق بجز الله، نیست قادر به اختراع کردن بجز الله بگوید، ما میگیم که این انسان جاهل است. این انسان نه فقط جاهل است، گمراه است، اهل بدعت است و بدعتش بنیاد بدعت بزرگ و خطرناک اعتقادی است. زیرا معنای لا اله الا الله را خطا کرد و باز خود را حق میداند. معنای لا اله الا الله نیست معبودی بر حق بجز الله است. اما اینها آمد و گفت نیست خالق و نیست رازق. یعنی ما میگوییم معنای لا اله الا الله این به توحید الوهیت ربط دارد، اما ماتریدی، صوفی و غیره می آید معنای لا اله الا الله را به ربوبیت می اندازد. و البته ما این معناهای لا اله الا الله و مذاهب مختلف و اهل بدعت و معنیداد اونها نسبت لا اله الا الله را در حلقه های گذشته بیان کردیم که عموما در معنای لا اله الا الله 5 یا 6 مذهب را به شما ذکر کردیم. پس ضد علم این جهل است. پس اما مقصد ما از جهل از اینجا چیست؟ جهل عموم یا جهل خاص؟ جهل خاص یعنی هر کسی که در معنای لا اله الا الله یا که به حقیقت توحید جاهل باشد. مقصد ما از جهل همین است. انسان جاهل در مقصد زندگی باشد، انسان جاهل در بسیار چیزهای دنیوی باشد، انسان جاهل در مسائل فقهی باشد، در مسائل تفسیری، در زبان مسائل عربی باشد، هیچ باکی ندارد، مشکلی ندارد. اما انسان وقتی که در حقیقت در باب حقیقت توحید جاهل است، توحید را نمیداند، پس این انسان به کفر وارد شده است. بارک الله فیکم. دلیل برای اینکه علم شرط صحت لا اله الا الله است. البته هر یک سخن باید اساس داشته باشد، هر یک سخن باید دلیل داشته باشد. امروز اهل بدعت چیزی خواهند میگویند و باز دلیل هم نمی آرند. اگر دلیل هم بیارند دلیلشان ضعیف است و موضوع است و متروک است و باطل است، یا که دلیل عقلی را از دلیل نقلی از قرآن و سنت پیش میگیرند یا افسانه میگویند. همه این چیزها و همه این نشانه ها نشانه اهل بدعت است. بلکه اهل سنت و جماعت وقتی که گفت که علم این شرط صحت لا اله الا الله است، دلیل را از قرآن، از سنت و از صحابگان و از علمای اهل سنت و جماعت ذکر می نماید. پس منهج ما هم همین است. اولین دلیل برای این که علم یعنی دانستن لا اله الا الله، دانستن توحید، معنایش، رکنش، شرطش و غیره، این شرط لا اله الا الله است و لا اله الا الله به علم صحیح نخواهد شد. اولین دلیل سوره محمد آیه 19 می باشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فاستغفر لذنبك. ای بنده الله، پس بدان که البته و هر آینه اوست، نیست معبودی بر حق بجز الله، یعنی یگانه این الله است. بدان که الله است که یگانه است و غیر الله دیگر همه چیزها که پرستیده می شود باطل است و ناحق است. پس اول الله رب العزت و الجلال به من و شما امر کرد و علما در علم اصول میگند الامر یدل علی الوجوب. در اصل امر دلالت بر واجبیت میکند، این واجب است که میگوید ای بندگان من بدانید، اعلم بدان که نیست معبودی بر حق بجز الله، یعنی لا اله الا الله را بدان، معنیش را بفهم و بیاموز. الله رب العزت و الجلال در این سوره محمد آیه 19 رسولش و بندهش و خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و سلم را امر به علم کرد. به علم یعنی به دانستن کلمه توحید، کلمه التوحید لا اله الا الله کرد. این دلیل اول بود که دلالت میکند که علم شرطی صحت لا اله الا الله است. دلیل دوم سوره زخرف آیه 86 است که الله میگوید الا من شهد بالحق و هم یعلمون. شهادت حقی که در این آیه ذکر شده است این کلمه توحید است، یعنی این کلمه توحید به هیچ کسی شهادت نمیدهد مگرم با همراهی علم. همان وقت این کلمه لا اله الا الله منفعت می بخشد که صاحبش عالم این کلمه باشد. پس این شهادت پابرجا بر علم است، مگرم همون کسایی که به حق شهادت دادند و آنها می دانستند، یعنی شهادت حق دادند در حالتی که می دانستند که چی شهادت دادند، معنای شهادت را می دانستند. و این هم دلالت می کند که شهادت حق یعنی لا اله الا الله همین شهادت حق است، همان وقت قبول می گردد که انسان معنیش را داند. و این چنین دلیل سوم سوره ابراهیم آیه 52 که الله می گوید وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ واحد. پس حتما بدانید، وَلِيَعْلَمُوا حتما بدانید که هر آینه الله این یگانه است، یعنی هو الله، هو ضمیر به الله میگردد، این معبود یگانه است. الله در این آیه هم امر کرده شده است که ای مردم بدانید که الله این معبود یگانه است. پس این هم دلالت میکند که علم این شرط صحت لا اله الا الله است. بارک الله فیکم. دلیل چهارم از سوره آل عمران آیت 18 هست که الله میگوید شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. سبحان الله. الله شهادت میدهد به نفسش، به خودش که الله معبود یگانه است و این چنین ملائکه های الله از جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت و تمام فرشتگان این چنین شهادت میدهند و تصدیق میکنند که الله این معبود بر حق است و یگانه است. و این چنین اولو العلم، صاحبان علم، یعنی صاحبان علم کیست؟ عالم فیزیک، عالم ادبیات، عالم متماتیک، عالم دیگر چیز؟ نه والله، صاحب علم این علمای شریعت،
علمای اسلام، نه علمای یهود و نه علمای مجوس و نه علمای رافضه و نه علمای اهل بدعت، نه علمای اهل کتاب، بلکه علمای اهل سنت و الجماعت، علمای حق، علمای طائفه منصوره ناجیه. و انمین علما نیز شهادت میدهند که نیست معبودی بر حق بجز الله و الله یگانه است، و به همین قائما بالقسط شهادت عدل میدهند که نیست معبودی بر حق بجز الله عزیز و حکیم. ببینید الله خودش به خودش شهادت داد که من یگانه ام و تمام ملائکه شهادت دادند که الله یگانه است و اولو العلم و صاحبان علم شهادت دادند. صاحبان علم کیست؟ علما هستند. علما این دانندگان توحید، موحدین. پس این آیت هم دلالت می کند که علم این شرط کلمه توحید است. از یک چند وجه شرط کلمه توحید است. بارک الله فیکم. پس با همین ما دلیل های زیادی را از قرآن به شما ذکر کردیم که خاص ذکر می کرد که علم این شرط لا اله الا الله است. اکنون به شما ذکر می کنیم که شهادت لازم می داند که به خودش علم باشد. یعنی کسی که در حق کسی شهادت می دهند، شهادت دهنده را شاهد میگند، شهادت شونده را کسی که در حق و شهادت میدهد مشهود میگوید. کسی که شاهد میدهد باید در حق شهادت دهنده اش، یعنی مشهودش، فاعل به مفعول، شاهد به مشهود، باید علم داشته باشد. زیرا شهادتی که علم نداشته باشد قبول نیست. شهادت با جهل قبول نخواهد شد. و به این گفته امان دلیل های عامه زیاده وجود دارد. الله میگه انما یخشى الله من عباده العلماء. البته از الله همان بندگانش میترسند که علما هستند. سوره فاطر آیه 28. و اینچنین الله سبحانه و تعالی میگه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آیا کسانی که میدانند و آیا کسانی که نمیدانند برابرند؟ البته برابر نیستند. سوره زمر آیه 9. و اینچنین الله میگه و ما يعقلها الا العالمون. و نمیدانند، عقل نمی کنند، تعقیل نمی کنند و در حق این کلمه لا اله الا الله نمی اندیشند و نمی فهمند مگرم عالمون، مگرم عالم ها. یعنی عالم ها این توحید را و این قرآن و سنت را و این لا اله الا الله را می اندیشند و می دانند که سوره عنکبوت آیه 43 است. و این چون الله میگه ولا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. سوره بقره 22. با الله شریک را قرار مدهید در حالتی که شما میدانید. و یرى الذین اوتوا العلم الذي انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید. سوره سبع آیه 6. یعنی این آیات ها عموما این چنین دلالت میکند که علم این بینها چیزی ضروری است. اما تا اینجا ما 4 آیاتی که به شما ذکر کردیم این آیات ها دلالت میکرد که علم این شرط صحت لا اله الا الله است. و این چنین برادران و خواهران عزیز بارک الله فیکم، ما از سنت هم دلیل های زیادی را داریم که بیان میکند که علم این شرط لا اله الا الله است. از عثمان ابن عفان رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. روایت مسلم است، حدیثی است. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند هر کسی که وفات بکند بمیرد در حالتی که او میداند، یعلم علم دارد که نیست معبودی بر حق بجز الله، داخل جنت میشود. ببینید پیامبر نگفتند که میگوید، بلکه گفتند میداند. شرط گفتن لا اله الا الله این علم داشتن است، دانستن معنای لا اله الا الله است. و این چنین حدیث دیگری از انس رضی الله عنه، انس ابن مالک خادم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روایت است که میگوید ان النبي صلی الله علیه وسلم قال اذا قال العبد اشهد ان لا اله الا الله قال الله يا ملائكتي علم عبدي ان ليس له رب غيري اشهدكم اني قد غفرت له. اخرجه ابن عساکر
این حدیث را تخریج میکنند که از انس بن مالک خادم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است که رسول الله میگند که زمانی که یک بنده الله میگوید که شهادت میدهم که نیست معبودی بر حق بجز الله، الله به جواب این بنده میگوید ای ملائکه های من، دانید که علم عبدی، بنده من دانست، علم ببینید کلمه علم دارد، یعنی دانست و فهمید که نیست رب بر وی بغیر از من، یعنی فهمید و دانست که بجز من او دیگر رب و اله ندارد و من شما را به شهادت میگیرم و شما شاهد باشید که من این بندم را بخشیدم. یعنی همان وقت الله شما را میبخشد که شما لا اله الا الله بگویید و دانید که چی میگویید. و دلیل سوم از سنت این است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من علم ان الله ربه و انی نبیه موقنا من قلبه حرمه الله على النار. رواه ابن خزیمه و بزار. ابن خزیمه و بزار روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر کسی که داند، علم داشته باشد، داند که هر آینه و البته الله این ربش هست، رب اوست، اله اوست، معبود اوست، و بداند این چنین که من محمد صلی الله علیه و سلم نبی او هستند، موقنا من قلبی، با قلبش یقین به این گفته اش داشته باشد، به این علمش به قلبش یقین داشته باشد، شک شبهه نداشته باشد، الله این بنده را از آتش سوزان جهنم نجات میدهد و البته این بنده را به آتش دوزخ حرام میگرداند. حرمه الله، این بنده را حرام میکند که به دوزخ دارد، یعنی به دوزخ نمیدارد. و البته این دلیل میشود که علم ضرور و شرط لا اله الا الله است. و دلیل چهارم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمد رسول الله ادخله الله الجنه على ما كان من العمل. رواه البخاری. امام بخاری این حدیث رو روایت میکنه، 100% صحیح است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن هر کسی که شهادت بدهد که هر آینه و البته نیست معبودی بر حق بجز الله، یگانه است، شریک ندارد، و البته محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله است، الله این بنده اش را به جنت داخل میکند به اون عملی که بعد از این انجام میدهد. یعنی عمل، علم، این شرط صحت لا اله الا الله است. پس شهادت لا اله الا الله این از ما طلب میکند، تقاضا میکند که علم بر مشهود، علم در حق همون چیزی شهادت دهنده من لا اله الا الله داشته باشیم و به همین التزام ببخشیم. پس حلقه خود را با همین به پایان میرسونیم و در حلقه آینده باز در مسئله علم صحبت خواهیم کرد که اقوال علم و سخنهای اهل علم را در شرط صحت بودن علم به شما ذکر خواهیم کرد. البته آهسته آهسته با وسع و شرح و تفصیل هر یک این شرط های لا اله الا الله را به شما بیان خواهیم کرد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.